آبروریزی عجیب و باور نکردنی آریانا سعید با مردان خارجی. آریانا سعید چرا رابطه عجیب و باور نکردنی با این مردان عربی داشته است؟ قهر اسیب ساعد و آریانا و فرار آریانا سعید از دبی. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی آریانا سعید با اسیب. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را بزنید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است. شهرت و محبوبیت آریانا سعید برمیگردد به 15 سال قبل. آریانا در سال 2008 به طور رسمی و مسلکی به هنر موسیقی افغانستان قدم گذاشت. وی کنسرت‌های در داخل و خارج از افغانستان برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد که بارها مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت. آریانا سعید جدی در سفرهای مختلف به دبی داشته است و در دبی با مردان عربی رفتار عجیب و باور نکردنی بعد از ختم کنسرت‌هایش انجام داده است که این کارهای آریانا سعید باعث قهر و خشم اسیب شده است و به همین خاطر اسیب ساعد مدت می شود آریانا سعید را ترک و به کانادا سفر کرده است. ولی تاکنون آریانا سعید درباره جزئیات این ماجرا ابراز نظر نکرده است و دیر می شود دیگر آریانا سعید آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند و با استعداد کشور خود خواهیم بود. دوستان و عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.